نامه یکم یوحنا باب 1. ما به شما درباره کلام حیات اعلان میکنیم که او از ابتدا بود. ما او را شنیدیم و با چشمان خود دیدیم. اینچنین به او نگاه کردیم و به او دست رساندیم. این حیات نمایان شد. ما او را دیدیم و به شما درباره شهادت می دهیم. ما درباره این حیات ابدی خبر می دهیم که او با پدر آسمانی بود و به ما نمایان شد. ما به شما دیده و شنیده امان را اعلان می کنیم تا شما نیز شریک مناسبت های ما شوید که این مناسبت اصلاً با پدر آسمانی و پسر او عیسی مسیح است. این سخنان را برای آن می نویسیم که شادی ما پرره گردد. انا این پیغام که ما از مسیح شنیدیم و به شما اعلان می کنیم. خدا نور است و در او هیچ تاریکی وجود ندارد. پس اگر گوییم که با خدا مناسبت داریم اما با راه تاریکی رویم، آنگاه ما دروغگوی هستیم و در راستی زندگی نمی کنیم. اما اگر ما در روشنی راه رویم همان طوری که خدا در روشنی است، پس با یکدیگر مناسبت داریم و آنگاه خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می کند. لیکن اگر گوییم که ما گناهکار نیستیم، خود را فریب می دهیم و نشان می دهیم که در وجودمان راستی نیست. ولی اگر به گناه خود اقرار شویم، آنگاه خدا که با وفا و عادل است گناه های ما را می بخشد و از هر نادرستی ما را پاک می سازد. اگر گوییم که هیچ گناه نکرده ایم، خدا را دروغگویی می کنیم و نشان می دهیم که کلام او در ما نیست. باب 2. ای فرزندان عزیزم، این سخنان را من برای آن به شما می نویسم تا که گناه نکنید. ولی وقتی کسی گناه کند، ما عیسی مسیح بی عیب را داریم که حالا در پیش پدر آسمانی ما را طرفداری می کند. او برای آرام کردن غضب خدا و بخشیده شدن گناه های ما و نه فقط برای گناه های ما بلکه برای گناه های تمام جهان جان خود را فدا کرده است. اگر ما به فرمان های خدا اطاعت کنیم، آنگاه می فهمیم که او را به راستی شناخته ایم. هر کسی که من خدا را شناختم می گوید و فرمانهای او را اجرا نمی کند، دروغگوی است، به راستی در وجودش نیست. ما فقط همان وقت خدا را حقیقتا دوست می داریم که فرمانهایش را اجرا کنیم. آنگاه می دانیم که از آن خدا هستیم. وقتی کسی می گوید که او با خدا است، باید همان طور عمل کند که عیسی عمل می کرد. عزیزانم، من به شما فرمان نو نمی نویسم، بلکه فرمان قدیمه را می نویسم که شما از اول داشتید. فرمان قدیمه همان پیغام است که شما شنیدید. به هر حال من به شما فرمان نو را می نویسم که حقیقت بودن آن در مسیح و شما نمایان شده است. چون که تاریکی از بین رفته ایستاده است و روشنی اصلی الکی می درخشد. هر کسی که من در روشنی هستم می گوید و برادر یا خواهر را بد می بیند، هنوز در تاریکی می باشد. لیکن هر کسی که برادر و خواهر را دوست می دارد در روشنی زندگی می کند و در وی چیزی نیست که سبب پیشپا خوردنش شود. اما کسی که به یک برادر یا خواهر نفرت دارد،
در تاریکی است. وی با راه تاریکی روانه است و راه میرفته‌اش را نمی‌داند، چون که تاریکی چشمانش را کور ساخته است. ای فرزندان من به شما می نویسم، چون که گناه های شما از برای مسیح بخشیده شدند. ای پدران، من به شما می نویسم، چون که شما همان را که از ابتداست می شناسید. ای جوانان، من به شما می نویسم، چون که شما شیطان را مغلوب کرده اید. ای فرزندان، من به شما می نویسم، چون که شما پدر را می شناسید. ای پدران، من به شما می نویسم، چون که شما همان را که از ابتدا وجود دارد می شناسید. ای جوانان، من به شما می نویسم، چون که شما با قوت هستید و کلام خدا در شما همیشه نتیجه بخش است. این چنین شما بر شیطان غالب برآمده اید. به این دنیا و به هر آنچه که در آن است دل نبندید. کسی که به این دنیا دل می‌بندد، محبت خدا در وی نیست. چون که هر چیزی که در این دنیا هست، یعنی هوس‌های نفسانی، چشم گرسنگی و با مال و ملک کلانگیری کردن، همه این نه از جانب پدر آسمانی بلکه از این دنیا می باشد. این دنیا با هوس‌هایش گذران است، اما آنهایی که خواست خدا را اجرا می کنند تا ابد زنده می مانند. ای فرزندان، این زمان آخر است و چطوری که شما درباره آمدن دشمن مسیح شنیده بودید، حالا چنین دشمنان زیاد برآمده اند. از همین هم می فهمیم که این زمان آخر است. گرچنده که این شخصان از بین ما برآمده باشند هم، آنها اعضای ما نبودند، چون که اگر اعضای ما می بودند همراه ما می ماندند. ولی وقتی که از ما جدا شدند معلوم کردند که هیچ یکیشان اعضای ما نبودند. بر شما باشد، مسیح روح خدا را ریخته است، بنابراین همه شما چی بودن راستی را می دانید. اینک من به شما نه برای آن می نویسم که شما راستی را نمی دانید، بلکه برای آن می نویسم که شما راستی را می دانید و همچنان آگاه هستید که از راستی هیچ دروغ بر نمی آید. دروغگوی کیست؟ مگر آن کسی نیست که تعیین شده خدا بودن عیسی را انکار می کند. این دروغگوی همان دشمن مسیح است که هم پدر و هم پسر را رد می کند. هر کی پسر را رد کند با پدر بودن نمی تواند و هر کی پسر را قبول کند پدر را هم قبول می کند. بگذار پیغامی از اول شنیده تان در شما بماند، زیرا اگر پیغامی از اول شنیده تان در دلهای شما ماند، آنگاه شما در مناسبت پدر و پسر می مانید. انا وعده مسیح نیز که به ما داده است حیات ابدی است. همه این سخنان را من عاید به کسانی نوشتم که شما را از راه زدنی هستند. شما باشید روحی را دارید که او به شما داده است و این روح در شما ساکن می باشد. بنابراین احتیاج ندارید که کسی دیگر شما را یاد دهد. خودی همین روح درباره همه چیز یاد می دهد و تعلیمات او دروغ نیست بلکه راست است. پس همان طوری که او شما را تعلیم داده است با مسیح مانید. حالا باشد فرزندان عزیزم، با مسیح مناسبت خود را دوام دهید تا که در وقت برگشتن و ظاهر شدنش در پیش او سری خود را خم شده حس نکنیم، بلکه با جرأت باشیم. ما می دانیم که مسیح درست کار است، بنابراین می دانیم که هر کی کارهای درست می کند تولد نو از خدا گرفته است.
باب 3. بینید که پدر چقدر ما را دوست داشته است که ما فرزندان او نامیده می شویم و هم فرزندان او هستیم. سببی که جهان ما را نمی شناسد در آن است که آن خدا را نشناخت. عزیزان، ما حالا فرزندان خدا هستیم و هنوز نمایان نشده است که ما چگونه می شویم. لیکن همین را می دانیم که هنگام ظاهر شدن مسیح مثل او خواهیم شد، چون که او را همان طوری که هست خواهیم دید. اینک هر که به او امید می بندد خود را پاک نگاه می دارد، چنانه که مسیح پاک است. هر که در گناه زندگی می کند قانون شکن است. اصلا خود گناه بی قانونی است. شما هم می دانید که مسیح برای از بین برداشتن گناه های ما ظاهر شد. شما این چنین می دانید که او کاملا بی گناه است. پس هر که در او زندگی می کند گناه کردن را دوام نمی دهد. هر که گناه کردن را دوام می دهد مسیح را نه دیده است و نه شناخته است. فرزندان عزیز، نگذارید که کسی شما را گمراه سازد. همه آنهایی که کاری درست می کنند درست کار هستند، عیناً مثل مسیح که درست کار است. اما همانی که گناه کردن را دوام می دهد از شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناه کرده می آید. سبب ظاهر شدن پسر خدا نیز در همین بود که کارهای شیطان را نابود سازد. هر کسی که خدا برایش تولد نو بخشیده است گناه کردن را دوام نمی دهد، زیرا در داخلش طبیعت خدا می باشد. این چنین وی نمی تواند که زندگی گناهکارانه را دوام دهد، چون که تولد نو از خدا گرفته است. کی فرزند خدا و کی فرزند شیطان بودنش این طور معلوم می گردد. هر کی کار راست را اجرا نمی کند و همچنین برادر یا خواهر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نمی باشد. زیرا پیغامی که شما از اول شنیده بودید این است که ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم. مثل قاین نباشیم که زیر دست شیطان بوده برادر خود را کشت. از چه سبب برادرش را کشت؟ چون که کارهای او بد و کارهای برادرش درست بودند. بنابراین ای برادران و خواهرانم، اگر آدمان جهان از شما نفرت کنند حیران نشوید. از بس که برادران و خواهران خود را دوست می داریم ما می دانیم که از مرگ به حیات گذشتیم. هر که برادر و خواهر خود را دوست نمی دارد هنوز هم زیر دست مرگ است. هر که برادر و خواهر خود را بد می بیند آدم کش است. شما باشد می دانید که در درون هیچ یک آدم کش حیات ابدی نیست. چی بودن محبت را ما در عیسی مسیح می بینیم که او جان خود را برای ما فدا کرد. ما نیز باید خود را برای برادران و خواهران خود فدا کنیم. اگر کسی مال و ملک داشته باشد و بیند که برادر یا خواهرش محتاجی دارد ولی نسبت او سنگ دل ماند، مگر محبت خدا در دل وی هست؟ فرزندان عزیز، بیایید ما نه با زبان و سخن بلکه در عمل و راستی محبت را نشان دهیم. اگر همین طور کنیم می دانیم که ما از آن راستی هستیم و اگر چی وجدانمان ما را عذاب دهد هم در حضور خدا دلمان آرام می باشد، زیرا خدا از وجدان ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه می باشد. دوستان عزیز، اگر وجدانمان ما را عذاب ندهد پس در پیش خدا سرمان را برداشته می ایستیم و از بس که به فرمانهای او اطاعت می کنیم و کاری پسندیده او را اجرا می نماییم، هر چی خواهش کنیم از او می گیریم. فرمان او
این است که به پسرش عیسی مسیح باور کنیم و از روی فرمان او یکدیگر را دوست داشته باشیم. کسانی که به این فرمان اطاعت میکنند در او زندگی میکنند و او در داخل آنها زندگی میکند. از کجا ما میفهمیم که او در داخل ما زندگی میکند؟ از روح خدا میفهمیم که او به ما داده است. باب 4. ای عزیزان، به هر کسی که من روح خدا را دارم میگوید باور نکنید. آنها را سنجید که آیا راستی از طرف خدایند، چون که به جهان بسیار پیغمبرانی بر دروغ آمدند. شما روح خدا را این طور شناخته می توانید: هر روحی که با جسم انسانی آمدن عیسی مسیح را اقرار می کند از خداست، اما هر روحی که این را اقرار نمی کند از خدا نیست. برعکس این روح از جانب دشمن مسیح است که شما درباره آمده ایستادن او شنیده اید و او الکی در جهان است. فرزندان عزیز، شما از آن خدا هستید، بنابراین کسی که در داخل شما هست بزرگتر از آن است که در جهان می باشد. پس شما پیغمبرانی بر دروغ را مغلوب ساخته اید. آنها از آن جهان می باشند، بنابراین موافق این جهان گپ می زنند و آدمان جهان آنها را گوش می کنند. ما باشیم از آن خدا هستیم و هر کسی که خدا را می شناسد ما را گوش می کند. اما آنهایی که از آن خدا نیستند ما را گوش نمی کنند. انا از همین ما روح راستی را از روح فریب فرق می کنیم. عزیزان، بیایید یکدیگر را دوست داریم، چون که محبت از خدا است. هر کی محبت نشان می دهد از خدا تولد نو گرفته است و خدا را می شناسد. خدا محبت است، پس هر کی محبت نشان نمی دهد خدا را نمی شناسد. محبت خدا به ما این طور نمایان شده است که او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا که ما به واسطه او حیات ابدی به دست آوریم. انا این محبت است که نه ما خدا را دوست داشتیم، بلکه او ما را دوست داشت و پسر خود را فرستاد تا که او برای آرام کردن غضب خدا و بخشیده شدن گناههای ما فدا شود. عزیزانم، اگر خدا ما را اینقدر دوست دارد، پس ما نیز باید یکدیگر را دوست داریم. خدا را کسی ندیده است، ولی اگر ما یکدیگر را دوست داریم، خدا در داخل ما زندگی می کند و محبت او در داخل ما به حد کامل می رسد. در خدا ساکن بودنمان و خدا در ما ساکن بودنش را ما از این می فهمیم که او روح خود را به ما داده است. اینچنین ما با چشم خود دیدیم و شهادت می دهیم که پدر پسر خود را همچون نجات دهنده جهان فرستاده است. در داخل کسانی که پسر خدا بودن عیسی را اقرار می کنند خدا ساکن می باشد و آنها در خدا ساکن می باشند. انا همین طور ما محبت خدا را نسبت خود شناختیم و به آن باور می کنیم. خدا محبت است و آنهایی که در محبت می مانند در خدا ساکن می باشند و خدا در آنها می باشد. محبت خدا در ما به حدی کامل رسیده است تا که ما در روز جزا با سری برداشته ایستاده توانیم، چون که ما در این جهان مانند او هستیم. در محبت ترس نیست، برعکس محبت پره ترس را از بین می برد. کسی که ترس دارد انتظار جزا است. او هنوز به حد کامل محبت نرسیده است.
ما برای آن محبت نشان می دهیم چون که اول خدا ما را دوست داشته است. اگر کسی می گوید که او خدا را دوست می دارد اما برادر یا خواهرش را بد می بیند، دروغگوی است. زیرا اگر ما برادران را بد بینیم در حالی که چشممان آنها را می بینند، پس خدا را که چشممان نمی بیند دوست داشته نمی توانیم. فرمان خدا این است که هر کی او را دوست دارد باید برادر و خواهر خود را نیز دوست دارد. باب 5. هر کسی که به تعیین شده خدا بودن عیسی باور می کند تولد نو از خدا گرفته است و هر کی پدر را دوست دارد فرزندش را نیز دوست می دارد. اگر ما خدا را دوست داریم و فرمانهای او را اجرا کنیم، با همین می فهمیم که فرزندان خدا را دوست می داریم. زیرا خدا را دوست داشتن این فرمانهای او را اجرا کردن است. فرمانهای او باشند وزنی نیستند، چون که هر کی از خدا تولد نو گرفته است جهان را غلبه می کند و این غلبه که بر جهان غالب می براید ایمان ماست. پس کی بر جهان غالب می براید؟ فقط آن کسی که به پسر خدا بودن عیسی باور می کند. عیسی مسیح همان است که به واسطه آب و خون آمده است. او نه فقط به واسطه آب بلکه به واسطه آب و خون آمده است. این را روح شهادت می دهد، چون که روح حق است. زیرا 3 شاهد هست که شهادت می دهد: روح، آب و خون، و هر 3 آنها زبان یک دارند. ما شهادت انسان را قبول می کنیم، ولی شهادت خدا چقدر بیشتر باوری بخش است. آخر در اینجا خود خدا درباره پسرش شهادت داده است. کسی که به پسر خدا باور می کند در دل خود این شهادت را دارد. اما هر کی به خدا باور نمی کند او را دروغگوی می سازد، چون که به شهادتی که خدا درباره پسرش داده است باور نکرد. این هم شهادت خدا است که او به ما حیات ابدی بخشیده است و این حیات در پسر اوست. هر کی با پسر است این حیات را دارد و هر کی با پسر خدا نیست این حیات را ندارد. من این سخنان را به شمایی که به پسر خدا باور میکنید می نویسم تا دانید که صاحب حیات ابدی هستید. بنابراین ما در حضور خدا این باوری را داریم که هرچی موافق خواست او خواهش کنیم او به ما گوش می اندازد. پس اگر دانیم که او هر خواهش ما را می شنود، ما این چنین می دانیم که چیزی خواهش کرده امان را به دست آورده ایم. اگر شما بینید که برادر یا خواهرتان گناه می کند که به مرگ نمی برد، باید برایش دعا کنید و خدا به او حیات می بخشد، یعنی به آنی که گناهی به مرگ نبرنده می کند. چون که گناهی هست که به مرگ می برد و من نمی گویم که برای چنین گناه باید دعا کنید. همه کارهای نادرست گناه هستند، ولی این گناه است که به مرگ نمی برد. ما می دانیم هر کسی که از خدا تولد نو یافته است گناه کردن را دوام نمی دهد، بلکه پسر خدا آنها را احتیاط می کند و شیطان به آنها دست رساندن نمی تواند. ما نیز می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم و تمام جهان زیر دست شیطان می باشد. ما باز می دانیم که پسر خدا آمد و به ما قابلیت فهمیدن را داده است تا همان را که راستی است شناسیم. ما باشیم در همانی که راستی است
و در پسر او عیسی مسیح هستیم. او خدای حقیقی و حیات ابدی است. فرزندان عزیز، خود را از بت پرستی احتیاط کنید.